همینجا بابام کشتش، بعدش هم اونجا به خودش شلیک کرد. ببینین اینجا هنوز لکه های پاک نشده خون هست. جمره تو اینجا چی کار میکنی؟ دارم حقیقت رو میگم. تو این خونه خیلی خون ریخته شده. منم از بدبختی دارم میمیرم. میدونین همین الان میتونم خودم رو بکشم. شما برین طبقه بالا رو ببینین، من همه چی رو درست میکنم، مشکلی نیست. لازم نیست، بریم عزیزم. از اینجا بریم بیرون. برید. برو. خیلی خوب. همونطور که میدونین برای تمرین این مرحله پاتونو به کناره استخر میزنین و با خارج کردن نفس از بینیتون تا جایی که میتونین ادامه میدین. آماده این؟ خوبه. 3 2 1. دخترم خجالت میکشی شنا کنی؟ زود باش شنا کن. به چی نگاه میکنی؟ دختر تو اونجا چی کار میکنی؟ آقای معلم، من امروز کمی مریض احوالم. میشه انجام ندم برم خونه تمرین کنم بیام؟ نه تو حوض خونه نمیشه، باید اینجا تمرین کنی. باید جلو چشمم باشه. زود باش، تمرکز کن، زود باش. بجم. 3 2 1. سلام. تو رویا نرو، تو آب برو. انگار خودت خیلی خوب بلدی که داری به دوستت میخندی. بیا ببینم. راست میگه، نوبت توه. اوها، چی کار میکنی؟ مگه کوری نمیبینی اینجا رخکن پسراست؟ ببخشید، نمیدونستم، تازه دارم جاها رو یاد میگیرم. خیلی خوب باشه. ها چیه؟ به چی نگاه میکنی؟ بدک نیستی، دارم به این نگاه میکنم. خب معلومه، چون فیتنس کار میکنم. گونه میگم میشه یه روز با هم تمرین کنیم؟ فکر میکنم تو عاقل شدی. مثلا همین امروز میشه تمرین کنیم؟ باشه، اگه بخوای لازم نیست به خودت زحمت بدی تا رخیان دختر رو بری و لباستو عوض کنی. میتونی همینجا عوض کنی. باشه. پسر یه عوضی، اون روز ما رو برای معاینه بردن، واقعا خجالت کشیدیم. ولی توی عوضی کثافت این چیزا رو از کجا میخوای بدونی؟ زود باش برو اینم به دوستات خبر بده، بگو سوگل برام نقشه کشید، ولی نمیتونی. نمیذارم. خاک بر سرت. اونا رو نبر. سر کن، زود باش.
یه ساعت کجایی؟ تصفیه حساب کردم. بیا تو تمرین نکردی. باریش تو برو اون طرف. باشه استاد. خب تو آب شناور شو، پاتو به کنار استخر بزن تا جایی که میتونی نفس بگیر و رو آب سر بخور. باشه آقا معلم. زود باش. 3 2 1 برو. آفرین. دختر تو شنا کردن از کجا یاد گرفتی؟ من بچه کارادنیزم، تو ژنمه. یعنی چی؟ خب بابا بالاخره منم تا 5 سالگی خانواده داشتم. خونمونم کنار دریا بود، از اونجا یاد گرفتم. کسی مونده که تو آب نرفته باشه؟ گنه کجاست؟ تو رختکن مربی. بدو برو بیارش. بدو براک بدو. بچه با بعضیاتون بعد از کلاس بازم تمرین میکنم. باشه؟ خیلی خوب ادامه بدین. زود باشین. گنه کجایی پسر؟ مربی منتظرته. این چه وضعیه؟ عزیزم پاشو بریم. سوگل کجاست؟ اونهاش اونجاست. چرا انقدر دیر کردین؟ کم کم میخواستم اعلام مفقودی کنم. اینه ماهی تو آب بودیم. ببین دستام چجوری شده. تازه باله هم داره در میاد. نگاه کن. خیلی عزیزم. این با خودش چیکار کرده؟ خیلی داداش لباسا چقدر بهت میاد. تازه خریدی؟ گنه پسر سب کن ببینم. گنه اون چی شده؟ تو رختکن گیرش آوردم. بعدم تمام لباسش انداختم تو توالت. چی؟ واقعا همچین کاری کردی؟ معلومه که کردم. طفلی بچه از صبح داشت همینجوری کتک می‌خورد. خب چی کار کنم؟ خودش مرض داشت. عزیزم چیزی میخوای؟ یکم استراحت کن. خوش اومدین. مدرسه چطور بود؟ قصد جونمونو کرده بودن. چرا؟ اتفاق بدی افتاد؟ مربی شنا بهمون گیر داده بود. کلاس که تموم شد گفت شما بمونین. فقط به ما گفت. یعنی تمرین مخصوص بچه یتیما. مگه میشه آخه؟ حالا که شده. تبعیض قائل شد. ما رو هی فرستاد تو آب آورد بیرون. اونم نه همه کلاسو، فقط ما رو. امکان نداره. من فردا با مربیتون صحبت میکنم. این کارش اصلا درست نیست.